امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در شهر دوشنبه باغ نظامیدین علیشر نوایی را مورد بهره برداری قرار دادند. باغ مذکور در کوچه بهزاد شهر دوشنبه جایگیر بوده، آن با مقصد ابدی گردانیدن خاطره شهید ازبک نظامیدین علیشر نوایی و بهره پایدار نمودن دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک بنیاد گردیده است. باغ نظامیدین علیشر نوایی در میدان 2.23 گکتار دامن گسترده، آن پورا به طلبات زمانی کنونی موافق کرده شده است. در این باغ درختان آرایشی و همیشه سبز از قبیل مگنولیا، کیپاریس، اردک، کلیون، سیکوی و غیره شنیده شده، همچنین دارای گل و بوته‌های رنگارنگ میباشند. به سران دولت‌ها اطلاع داده شد که شماره عمومی درختان نوشیده شده در این باغ 600 بیخ را تشکیل داده، مجموعاً میدان 14,000 متر مربع میسازور کرده شده است. یادآور می‌شویم که باغ مذکور در اساس امر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از 5 مارس سال 2018 نظامیدین علیشر نوایی نامگذاری شده. در آن همچون رمز دوستی خلق‌های تاجیکستان و ازبکستان مجسمه متفکران برجسته این دو ملت با هم دوست و همسایه نوریدین عبدالرحمن جامی و نظامیدین علیشر نوایی گذاشته شده است. در فضای تنتناوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف از روی مجسمه پرده برداشته به خاطر ارزش‌گذاری و احترام به گذشته خویش و گرامی‌داشت خاطره نیک این دو ابرمرد تاریخی در پایه مجسمه گلچنبر گذاشتند. مجسمه شاعر از روی لایحه ارباب هنر تاجیکستان غفور جورایف چون رمز معرفت در بالای 7 زینه ساخته شده. آن لحظه محاکمه اثر تازه ایجادی علیشر نوایی را با استادش عبدالرحمن جامی تجسم می‌کند. تاکرسی مجسمه با سنگ مرمر آرای یافته است و در آن نقش و نگاری خاص به هر دو ملت حکاکی گردیده است. اطراف مجسمه و دیگر روهای باغ پورا سفاله‌پوش شده. در تالار خدمت نمودن آن کفالت داده می شود. بنیاد چنین باغ زمانوی و در آن گذاشتن مجسمه متفکران برجسته نظامیدین علیشر نوایی بیانگر خصلت نیک انسانی، بشردوستی و صلح‌پروری و ارج و احترام گذاشتن به گذشته خویش است. برای فراهم آوردن شرایط مکمل استراحت و فراغت در باغ نظامیدین علیشر نوایی 80 عدد نشستگاه‌های جوابگو به طلبات امروزه نصب کرده شده است. همچنین در این باغ قهوه‌خانه با فراهم آوردن 50 جای برای نشست بنیاد شده است که آن دارای تجهیزات معاصر خدمت‌رسانی میباشد. در قسمت دیگری باغ میدانچه برای بازی کودکان تشکیل گردیده، در آن تجهیزات ضروری برای دلخوشی و استراحت نورسان نصب کرده شده است. برای مشغول شدن به آب و تاب بدن باشد در باغ 2 نقطه مجهز با دستگاه‌های ورزشی موجود است. شبانه حدود باغ پورا چراغان بوده برای سیر و سیاحت و فراغت و استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت بسا مساعد است. در مجموع در این باغ بیش از 200 پایه برای وصل چراغ‌های روشنی دهنده نصب کرده شده است. در مجموع با آرایش باغ با استفاده از درختان گوناگون همیشه سبز، گل‌های رنگارنگ موسمی و جابجاگذاری نشستگاه‌ها و دیگر انفراساختار باغ از جانب سران دولت‌ها بهای بلند داده شد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای زیبا و دلفریب نگاه داشتن باغ با مسئولان دستور هدایت‌های مشخص دادند.